سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم همیشه لبخند به لب باشید. به جوپیتر یعنی کانال خودتون خوش اومدید. امروز یه ویدیو داریم راجع به چیزایی که انتظارشون رو نداریم. امیدوارم از دیدن این ویدیو با هم دیگه لذت ببریم. بریم ببینیم. راستی دمتون گرم. لایک و سابسکرایب هم کنید. خب بریم واسه ویدیو اولمون. قطاره. گرفتید چی شد؟ خودتون میدونید دیگه، ولی واسه اونایی که متوجه نشدن میگم. اون آهن پشت قطار که تکون میداد صدای جور پرنده میداد، مثل بلبل. یه پرنده دیگه اینو اشتباه گرفته بود و جوابشو میداد. جدی میفرمایید؟ اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ دمش چند سالت بود فهمیدی اینا خوردنی نیست؟ خب اگه خوردنی نیست همون میخوردیم. در واقع این برای خوردن نیست و برای مالیدن روی آلت مردانه حین اورال توسط پارتنرشه. دیگه نیازی نیست تو کامنت دنبال جواب بگردی، فقط کافیه منو فالو کنی. واقعی بود؟ فکر میکنم دروغ باشه. اگه شما میدونی جوابش رو کامنت کن. چشمت باز آقا. یکی رد شد از پشتش. سایه رو دیدید؟ دمش گرم. اوه استخون دستش بود. هم دست بردار. خب این انتظار چیشو باید داشته باشیم؟ ای با تو هم دست بردار. به تو چه ربطی داره من کجا رو بگیرم؟ اصلا به تو چه؟ میگم دست بردار. مگه مثل مال بابا دیگه خریده؟ بابا این لهجه ترکی و اصفهانی چقدر جفتشون قشنگه. لوت 4 برقی خریدم برای خودم. بخش خواهی که فاس شماست؟ بله مرسی. خواهش میکنم گردنبندتون اینو از کجا آوردین؟ بچه که بودم اینو دوست صمیمیم بهم، ولی یه روز که رفته بود کوهنوردی گم شد. ولی اکثر مردم میگن که احتمالاً خرس خوردتش. آقا هیچی دیگه، فیلم هندی شد هم دیگر پیدا شهاب؟ نه من که علیم اینو که نه زایه شد. یه جایی خرس ریده بود پیدا کردم. یعنی دوست شما رو 100% خرس خورده. وای پش شما بید دختر نوجوان. You have my number, you can take my name, همش that you never have my شعر عدله. heart. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. این استعداد داره، یعنی قشنگ تو این سن همچین کنترل روی صداش داره کار کنه، واقعا جا خود میرسه. نه راست میگی؟ عجب. دهنتون سرویس. آقا من توضیح نمیدم، خودتون میدونید چی شد. 14 سالش بود. خود منم. Hey, Haley, you can't. What are you doing, honey? Oh my goodness, what happened? What happened, hon? Oh goodness. Fame. Lipstick prank on my girlfriend. چشم قشنگ داره پسر. بیچاره ای. It was me. آقا چه سری ترتید، سری خودش اعتراف کرد. چه جفتشون گوگولی. عجب نامردیه.
یعنی با مو انجام میده واقعا مونش کرد انتظارشو نداشتم پسری یا دختری خب بچه ها اینم از ویدیوی امروزمون امیدوارم خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید من که در کنار شما این ویدیو رو دیدم خیلی لذت بردم ممنون میشم لایک و سابسکرایب کنید چون هر لایکی که میکنید کلی به من انرژی میدید اگه سابسکرایب کردید اون زنگوله کنارش هم بزنید دوستتون دارم خداحافظ